دوستان درود بر شما. همطور که در جریان هستید و از اخبار این ور اون ور شنیدید و دیدید، یک توافقنامه دیگه دوباره امضا شد بین جمهوری اسلامی و سازمان انرژی اتمی بین المللی یا جهانی و این بار در قاهره پایتخت مصر این کار انجام شد و قاهره یا حکومت مصر میانجیگری بین جمهوری اسلامی و سازمان انرژی اتمی رو به عهده داشت. حالا برای ما مردم ایران این به چه معنیه؟ و سوال اینجاست که برنامه ما چیه؟ آینده رو چجوری باید پیش بینی بکنیم و چجوری ببینیم و این وسط تکلیف ما مردم ایران چی هستش؟ سوال اصلی اینه که آیا این یک توافقنامه جدیده یا همون برنامه نابودی ایران هستش و تداوم همون برنامه 46 ساله. همونطور که میدونید این رژیم طی 46 سال گذشته هر بار که کفگیرش به ته دیگ خورده و هر بار که زیر فشار بوده اومده یک سری توافقنامه و اینا امضا کرده با دولت‌های خارجی که در حکومت بمونه. خب مسئله اینه که ترس این رژیم از حکومت‌های خارجی نیست. چرا؟ چون حکومت‌های کشورهای دیگه در پی منافع بعضیاشون منافع ملی خودشون و بیشترشون منافع شرکت‌های بزرگ و بانک‌های بزرگ هستند. چون بیشتر این کشورها و بیشتر این سازمان‌های بین‌المللی و جهانی، مثلا جهانی، اینها در واقع بخشی از همون حکومت در سایه یا حکومت پنهان هستند که یا به قول انگلیسی دیپ استیت، که اینا همین رژیم رو سر کار آوردن و اینا بودن که برنامه نابودی ایران رو ریختن و 46 ساله نه تنها پولهای بلوکه شده ایران رو دارن استفاده میکنن، وام میدن به شرکت ها و افراد مختلف، بانک های مختلف و سودش رو میگیرن و چون این پول بلوکه شده است خب چیزی عاید ایران نمیشه. حتی در آینده وقتی یه حکومت مردمی سر کار بیاد و بعد بخوان این پولا رو آزاد بکنن، اگه آزاد بکنن تازه همون خود پول مثلا 40 خورده سال قبل آزاد میکنن. خب و این که ارزش اون پول کم شده و اون بهره هایی که روی اون پول که باش کار کردن گرفتن، اونایی چی میره توی جیب همون شرکت ها. خب بنابراین رژیم اسلامی اصلا خودش سر کار اومدنش برنامه جهانی بوده، برنامه توسط شرکت های بزرگ نفتی امریکا و اروپا. خب بنابراین این حکومت، این رژیم هیچ ترسی از اون کشورها نداره، چون اونا دنبال اون منافعی هستن که دنبالش هستن و رژیم هم کاملا اونا رو تأمین میکنه. مسئله اینه که ترس رژیم از خود مردم ایران هستش، از مردم داخل ایران، نه حتی از اون چیزی که مثلا اسمشو میذارن اپوزیسیون، که این اپوزیسیون در واقع تا حالا 46 ساله که هیچ کاری نکرده و چندین برنامه رو فقط برای پول جمع کردن درست کردن و تا حالا هم هیچ کاری نکردن و من در ادامه البته به این میرسم. ولی میخوام بگم که ترس این رژیم از مردم داخل ایران هستش. به همین دلیله که در طی این یکی دو ماه اخیر شما میبینید که مثلا اون پیام ها یا پیامک های برای حجاب و اینا دیگه به اون صورت به مردم فرستاده نمیشه، زیاد سخت نمیگیرن
در شهرهایی مثل تهران، مثلا تهران، حالا توی شهرهای بزرگ ممکنه یه ذره، ولی بیشتر در تهران یه سری به اصطلاح آزادی‌های کاذب گذاشتن که انجام بشه. مثلا مردم میان توی یه پیاده‌رو یا یه پارک یه جایی موسیقی میزنن، آواز میخونن و خانم‌ها بدون روسری اونجا هستن، یه سریشون، البته همه که نه. و اینها همه مکروهیله‌های ترفندهایی که این رژیم از پدر اصلیش انگلستان یاد گرفته که این ترفندها رو به کار ببره که مردم رو ساکت نگه داره، که مردم دادشون در نیاد، مردم به فکر این نباشن که تورم و گرونی داره کمرشون رو میشکنه، مردم به فکر این نباشن که تمام کشاورزی و صنایع ایران نابود شده، مردم به فکر این نباشن که خاک و آب و جنگل و منابع ایران داره به تاراج میره به کشورهای خارجی با پولهای خیلی کم، که اون پولها میره تو جیب آخوندا و توی جیب گروههای تروریستی. خب بنابراین مسئله ما این نیست که آیا جمهوری اسلامی توافقنامه با یک سازمان انرژی اتمی جهانی که هیچ منافع مردم ایران رو در نظر ندارن امضا کرده یا نکرده، یا چی میشه یا چی نمیشه. ما تکلیفمون مشخصه، این رژیم باید بره و ما برنامه‌مون مشخصه که ما این برنامه رو قدم به قدم، مرحله به مرحله جلو ببریم و این رژیم رو از کار برکنار کنیم و یک حکومت مردمی به دست مردم و برای مردم سر کار بیاریم. اما منافع کشورهای خارجی در این نیست. دوستان من خوب توجه کنید، 46 سال دیگه باید اینو کاملا واضح و روشن در ذهنمون جا انداخته باشیم که کشورهای خارجی به فکر منافع خودشون، یعنی بعضیاشون منافع ملیشون و بیشترشون منافع شرکت‌های بزرگ و بانک‌های بزرگ و چیزای نظامی، شرکت‌هایی که تسهیلات نظامی و اینا درست میکنن که سالانه میلیاردها میلیارد دلار باید اونا نفع کنن. بنابراین وظیفه ما اینه که برنامه خودمون رو جلو ببریم. ما ضمن اینکه بعد از اینکه تغییر رژیم دادیم با دست توانای خودمون، خب بازار ایران یک بازار آزاد خواهد بود و تمام کشورهای دیگه میتونن بیان سرمایه گذاری بکنن، اما به شرط منافع دو طرفه ملی ایران و اونا حالا منافع ملی خودشون یا منافع شرکت ها رو در نظر میگیرن، اون قسمتش به خودشون مربوطه، اما قسمت ما به ما مردم ایران مربوطه. خب این بازار آزاد که تقریبا چیز در حدود 2 تریلیون دلار در سال خواهد بود، این باعث میشه که ایران به رشد و شکوفایی برسه. خب با یک برنامه خوب. مسئله اینه که ما قبل از اون مرحله که مثلا این اپوزیسیون نماها میان فقط در مورد اون مرحله صحبت میکنن، قبل از اون مرحله ما قدم اساسیمون چیه؟ تغییر رژیمه که هیچ کدومشون هیچ حرفی در این مورد نمیزنن، هیچ برنامه‌ای هم ندارن. من الان بهتون نشون میدم که این واقعیت داره. بنابراین ما باید به خودمون متکی باشیم، مردم ایران به خودمون متکی باشیم و ماییم که بقیه حکومت‌های خارجی و نیروهای خارجی و افرادی که در خارج هستن بیاریم تو مسیری که ما میخوایم. ما مردم ایران هنوز قدم اول برداشته نشده، اونا در فکر آینده هستن که چیکار بکنن. مسئله اینه که ما یک مانع بزرگ الان داریم. ما هنوز قدم اول رو بر نداشتیم و قدم اول تغییر رژیم هستش، نابودی رژیم جمهوری اسلامی در تمامیت و کلیتش. اگه ما نجنبیم یا
مثل سال 1357 از خارج به ما دیکته میکنن و یک پاپت، یک عروسک خیم شب بازی میارن اونجا میذارن. حالا اگه نمیدونم تا چه در جریان هستید، مثلا تو امریکا یک جریان به اصطلاح دولت پنهان یا دولت در سایه هستش که اینا بیشتر با مجاهدین در تماس هستن و اونا رو دارن بزرگ میکنن. حالا اگه فرصت بشه در آینده برنامه‌ای در این مورد میذارم و بهتون نشون میدم که کیا هستن که این کار رو دارن میکنن. روی پلتفرم های سوشال میدیاشون اینا هست. خب و از اون طرف یه چند نفر توی اسرائیل و یه سری هم لابی در آمریکا دارن که اینا میخوان که آقای رضا پهلوی رو بیارن و اون چیزی رو که اونا میخوان انجام بشه. خب من نه با آقای رضا پهلوی، نه مجاهدین، نه هیچ کس دیگه هیچ خصومت شخصی ندارم. خب من یک انسان آزاداندیش هستم و در آینده همه اینها باید بتونن در ایران آزاد بیان صحبتاشونو بکنن و جواب پرسش‌های مردم را هم بدن و اگه مردم قبولشون کردن خب میتونن در رای بیارن و در ایران آینده نقش داشته باشن. اما الان برای این موقعیت ما فقط مردم ایران باید به خودمون متکی باشیم، مثل زمان انقلاب زن زندگی آزادی که ما بودیم مردم ایران که بقیه رو سر خط آوردیم. ما بودیم که اون تظاهرات های برق‌آسا و در هر زمان و هر مکان با تشکیلات نامنظم و با رهبری غیر متمرکز باعث شدیم که کشورهای دیگه هم بیان سر خط. چرا؟ چون اون زمان بود که سران حکومت همه خارج شدن و افراد خانواده‌شون و اموالشون رو به خارج فرستادن، چون داشتن میدیدن که دیگه کامل داره تموم میشه. ولی متاسفانه چون اون اپوزیسیون قلابی در خارج از کشور اومد و گفت که برید خونه هاتون، ما میریم با پارلمان ها و نمیدونم حکومت های خارجی صحبت میکنیم که از خارج رژیمو تغییر بدیم. یعنی واقعا خنده داره. ببینید دوستان، ما در طول تاریخمون اگه نگاه بکنید میبینید که در بسیاری از موارد از زمانی که شکوه ایران باستان از بین رفت، از اون زمان در بسیاری از موارد یعنی بگم بیشتر شاید 90-95% موارد حکومت‌های ایران یا از خارج دستور گرفتن یا توسط اونا اصلا در رأس کار گذاشته شدن. بنابراین این زمان باید فرق بکنه. الان ما مردم ایران آگاه شدیم و به تاریخ خودمون، به هویت ایرانی بودن خودمون باید برگردیم و اینو در دست خودمون بگیریم. من در آینده برنامه‌های زیادی میذارم، یه سری برنامه گذاشتم از قبل و یک برنامه معرفی دوباره برای تقویت ذهن و رشد و توسعه ذهنی و شخصیتی دوباره میذارم که این جا بیفته. چون ما باید هر دقیقه و هر ساعت اینو تمرین بکنیم و به خودمون باور داشته باشیم، به خودمون ایمان داشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم که ما هم مثل ملت‌های آزاد دنیا میتونیم این کار رو خودمون انجام بدیم با دست توانای خودمون. اگه کشورهای خارجی یا نیروهایی که طرفدار به اصطلاح آزادی و مردم هستن که خیلی کمن اونایی که واقعا طرفدار آزادی مردم ایران باشن، خواستن کمک بکنن که خیلی خوبه، اما به صورت کمک، نه اینکه بیان برای ما تعیین بکنن که ما چیکار بکنیم چیکار نکنیم و کی رو رأس حکومت ما بذارن. خب اینو فقط خواستم که تأکید بیشتری بکنم که در نظر داشته باشیم که ماییم که باید این کار رو انجام بدیم، نه کشورهای خارجی،
نه مجالس حکومت‌های خارجی و نه اپوزیسیون تقلبی و صادراتی و نه اپوزیسیون ضعیفی که اگرم بعضیاشون نظرات خوبی برای آزادی مردم ایران و آزادی کشور دارن ولی خیلی ضعیفن و تا حالا هیچ برنامه‌ای انجام نشده و نتونستن هیچ کاری انجام بدن. بنابراین ما باید روی پای خودمون بیستیم و به نیروی خودمون تکیه بکنیم. حالا برای اینکه متوجه بشید که اپوزیسیون واقعاً هیچ برنامه‌ای برای تغییر رژیم نداره، من چند تا قطعه کوتاه از سخنرانی آقای رضا پهلوی در این کنفرانس دیروز در واشنگتن دی سی امریکا که توسط بلندگوی همین به ظاهر اپوزیسیون ایران اینترنشنال پخش شده و ترجمه شده، به صورت زنده هم مثل اینکه ترجمه شده، اونو من چند بخشی رو میذارم و روش صحبت میکنم که کاملا متوجه بشید که اپوزیسیون هیچ برنامه‌ای برای تغییر رژیم نداره. اونایی که اونا در نظر دارن میگه اگه زمان ایران آزاد شد که مردم خودشون میان این کارو بکنن، یه فرش قرمز هم بذارن که ما برگردیم و ما حالا میایم میگیم که مثلا چی خوبه برای ایران و پروژه شکوفایی رو اجرا میکنیم. خیلی جالبه نه؟ خب حالا به چند تا از این بخشای مقطع این سخنرانی گوش بدیم و روش صحبت بکنیم که تا کاملا متوجه بشید که برنامه‌ای برای تغییر رژیم ندارند. تغییر رژیم اگه از خارج انجام بشه توسط حکومت‌ها و شرکت‌های بزرگ و دولت در سایه اجرا میشه که البته اینم بگم که پرزیدنت ترامپ جز اون برنامه نیست. پرزیدنت ترامپ هیچ کدوم از اونایی که اینا میگن اپوزیسیون قبول نداره و الان توش مونده که چیکار بکنه. از یه طرف میخواد تغییر رژیم انجام بشه، از یه طرف هم میگه خب کیه که جایگزین بشه. ولی خب اونا نمیدونن که ما مردم ایران یه برنامه‌ای داریم که قدرت رو از پایین به بالا بیاریم و هیچ خلأ قدرت ایجاد نخواهد شد و همین مردم ایران هستن که حکومت رو به دست خواهند گرفت. که من در برنامه‌های آینده کل این برنامه رو البته قبلا یه خلاصه‌ای در مورد صحبت کردم، حدود فکر کنم 5-6 هفته پیش بود، ولی این برنامه رو البته اون ویدیو رو من به صورت اون تامنیلی هست که در آخر این ویدیو میاد، اونو اونجا میذارم که شما دوباره نگاه بکنید. اگه نگاه نکردید، اگرم نگاه کردید دوباره نگاه کنید. و در آینده هم برنامه‌های بیشتری میذارم برای اینکه تغییر رژیم رو چطوری مرحله به مرحله انجام بدیم و ما میتونیم این کار رو بکنیم. همه این برنامه‌های از بطن مردم، از داخل مردم، از قلب مردم که ما در آبان 98 و در جریان انقلاب زن زندگی آزادی همونا رو به کار بردیم و همون برنامه‌ها بود که حکومت رو به زانو در آورد و این بار میریم که حکومت رو کاملا تغییر بدیم، کاملا ساقط کنیم و بتونیم یک حکومت مردمی به دست مردم و برای مردم ایجاد بکنیم. خب حالا بریم یه چند تا از این برش‌های ویدیویی رو با هم ببینیم و روش صحبت بکنیم. در مورد بسیج حداکثری این تابستان در مونیخ من یک کنوانسیونی رو برای همکاری‌های ملی میزبانی کردم و میزان بی‌سابقه‌ای این بی‌سابقه بود در تاریخ ما. بیش از 500 فعال و کنشگر اینجا حضور پیدا کردند. بیش از 500 کنشگر و اپوزیسیون اونجا حضور داشتن از اقلیت‌های مختلف و دیدگاه سیاسی. اونها بودن، با هم ارتباط پیدا کردن و همه در کنار هم قرار گرفتن که این یک پیام مشخصی رو میفرسته که این مبارزه دیگه
مثل گذشته تعریف نمیشه، بلکه بر اساس آینده مشترکی است که ما داریم میسازیم و باز تعریف اون هست و این سمبولیک نبود و این استراتژیک راهبردی و عملی بود و نشان داد که اپوزیسیون دموکراتیک الان سازماندهی شده، فراگیر هست و توانمندی آماده شدن برای این گذار رو داره. نشان داد که ایرانیان از تمام اقشار آماده هستند که با هم کار بکنن که یک آینده بعد از جمهوری اسلامی رو بر اساس این اصول اساسی بسازن: تعهد به تمامیت ارضی ایران، برابری شهروندان، جدایی دین از سیاست و حق غیر سلبی ایرانیان برای اینکه آینده خودشون رو و دموکراسی رو انتخاب بکنن. خب در این بخش آقای رضا پهلوی اشاره کردن به بسیج حد اکثری، یعنی بسیج حد اکثری مردم که ما تا حالا در داخل ایران چیزی ندیدیم. منظور ایشون به کنفرانس مونیخ بود که البته اون اپوزیسیون دموکراتیکی که ایشون ازش صحبت میکنه با خرج 5 میلیون دلار تونستن 500 نفر رو با دعوت به اونجا ببرن. حتی برخی از کسانی که طرفدار خود ایشون هستن و در پروژه های قبلی باشون کار کردن و هنوزم با ایشون کار میکنن، اونا هم دعوت نشده بودن. خب این از اپوزیسیون دموکراتیک و بسیج حد اکثری که 500 نفر رو تونستن با خرج 5 میلیون دلار دعوت بکنن، اینو بهش میگن دموکراتیک. و ایشون میگن که اقلیت های مختلف، شما وقتی که بعضی از مردم ایران رو اقلیت میدونید و هنوز معتقد هستید به اقلیت و اکثریت، و خب طبیعتاً معتقد هستید که اکثریت حکومت رو در دست میگیرن و اقلیت باید دنبال رو باشن، چطوری اینو اسمشو میذارید دموکراتیک و آینده مشترک؟ روش فکر بکنید. و بعد میگه که بعد از جمهوری اسلامی ما این کار رو خواهیم کرد. خب الان چی؟ الان تا زمان سقوط رژیم چی؟ برنامه شما چیه برای تغییر رژیم؟ و بعد جالب اینه که اون نکاتی که باید این افراد روش به اصطلاح تعهد داشته باشن، تمامیت ارضی ایرانه که من خودم موافق تمامیت ارضی ایران هستم. ولی جالب اینه که این تمامیت ارضی که اینقدر روش تاکید میکنن و همه جا، چه در جمهوری اسلامی و چه در اپوزیسیون خارج از کشور، همش اسم تجزیه و تجزیه طلب میاد. و وقتی که ازشون میپرسم که منظورتون کیه، میگن آذربایجان، کردستان، خراسان، بلوچستان، جنوب با اعراب و حتی ترکمن ها و شمال ایران. خب من داخل ایران، باور کن من خیلی ارتباط دارم با داخل ایران و تمام فک و فامیل و دوستان و همه داخل ایران هستن. داخل ایران اصلا خبری از این چیزا نیست. مردم همه معتقد هستن به تمامیت ارضی ایران. ممکنه تک و توکی این ور اون ور یه حرفایی بزنن، ولی اینکه یک حزب، یک گروه، یک تشکیلات، یک سازمانی در داخل ایران بخواد ایران رو تجزیه بکنه وجود نداره. در کشورهای خارجی چرا؟ مثلا ترکیه و آذربایجان نظر دارن، یا مثلا کشورهای به اصطلاح شمال شرقی مثل ترکمنستان و نمیدونم تا حدودی هم تاجیکستان، ولی بیشتر ترکمنستان و اون یکی ازبکستان و یکی دیگه هم هست اونجا، حالا یادم نیست. اینا نظر دارن به تجزیه بخشی از خاک، یا افغان ها، حکومت طالبان نظر داره به مثلا اینکه بخشی از خاک ایران رو تصاحب بکنه. ولی خود مردم ایران، من تا حالا از کسی، نه از کردا، نه از آذری ها،
نه از بلوچان، نه از هیچ کسی از مردم داخل ایران حرفی در این مورد نشنیدم. ولی چرا همیشه این بزرگ میشه؟ این فقط برای اینه که بگن که آره اگه ما نباشیم ایران تجزیه میشه. ایران، اون بخشایی که از ایران جدا شده همش توسط حکومت‌ها واگذار شده. هیچ وقت مردم ایران در هیچ تاریخی خود مردم ایران نرفتن که اعلام جدایی بکنن، بلکه توسط حکومت‌های دست نشانده خارجی‌ها و با کمک خارجی‌ها که بیشترین تجزیه ایران با کمک انگلستان انجام شده و توافق‌هایی که بین انگلستان و روسیه بوده. بنابراین این مسئله از نظر مردم ایران کاملا ملغاست. مردم ایران در مورد تجزیه ایران صحبت نمی کنن، در مورد وحدت صحبت می کنن، در مورد قدرت صحبت می کنن، در مورد یک حکومت دموکراتیک صحبت می کنن که حکومت به دست مردم و برای مردم باشه. بعد از برابری حقوق شهروندان ایشون صحبت کردن. از یه طرف میگه که معتقد به اقلیت‌ها و تجزیه طلبان که اگه اینا نباشن، جمهوری اسلامی همینو میگه، اگه ما نباشیم ایران تجزیه میشه. شما هر کدومتون، هر کی به من نشون بده که یک بار شده در تاریخ چندین هزار ساله ایران خود مردم ایران برن خاکشون رو تجزیه کنن، یا همش توسط حکومت ها انجام شده؟ کدوم یکی؟ و حق انتخاب، در مورد حق انتخابشون صحبت کردن. کدوم انتخاب؟ اگه هر اپوزیسیونی، هر کسی توسط حکومت‌های خارجی سر کار بیاد، مطمئن باشید که شما حق انتخاب نداشته اید، ندارید و نخواهید داشت. حق انتخاب زمانیه که قدرت از پایین به بالا باشه، که ما خودمون مردم ایران این کار رو انجام بدیم. کشورهای خارجی برای منافع خودشون اون زمان میان مردم رو پشتیبانی میکنن، اون زمان ساپورت میدن به مردم، ولی در درجه اول اهمیت برای اونا اینه که کسی رو توی ایران بذارن که دیکتاتوری رو ادامه بده و منافع اونا رو هر چی که گفتن براشون اجرا بکنه. خب حالا بریم یه قسمت دیگه گوش بدیم. این یک چشماندازی بود که وعده داده شد به مردم ایران که ما آماده خواهیم بود اولین روز بعد از سقوط این رژیم. خب دوباره متوجه شدید که اینها آماده هستن اولین روز بعد از سقوط رژیم بیان و امور ایران رو به دست بگیرن. از حالا تا سقوط رژیم چی؟ هیچی. مردم خودشون انجام بدن، بعد یه فرش قرمز هم بذارن که ایشون و طرفداران ایشون تشریف بیارن و انگار توی ایران ما مثلا متخصص نداریم، فقط کسانی، البته شامل خودم که خارج هستم، فقط کسانی که خارج هستن متخصصن. بله ما ایرانیای زیادی داریم که واقعا از هوش و ذکاوت بسیار بالایی برخوردار هستن و بعضیاشون، امیدوارم که بعضیاشون برگردن و واقعا به ایران خدمت کنن. ولی این که از حالا تا سقوط رژیم ما هیچ برنامه‌ای نداریم، ولی به محض اینکه رژیم سقوط کرد ما هم برمیگردیم و برنامه ها رو اجرا میکنیم. مشکل اینجاست. خب اپوزیسیون واقعی اپوزیسیونی هستش که برنامه داشته باشه و برنامه رو اجرایی بکنه برای تغییر رژیم. بعد از تغییر رژیم میتونه برنامه های شکوفایی رو اجرا بکنه. ولی آیا ما اون اپوزیسیون واقعی رو داریم؟ از خودتون بپرسید. بنابراین اینه که میگم
که قدرت در ایران توسط مردم ایران و از پایین به بالا باید این آتشفشانی که اون برنامه ویدیوی دو جلسه قبل رو تهیه کردم، این آتشفشان از درون مردم باید بالا بیاد و رأس هرم رو از بین ببره و در تمام رأسهای هرم، در شهرها، استانها و کشور و وزارتخونه ها و همه جا این قدرت از پایین به بالا بیاد. خب بریم یک برش دیگر رو نگاه کنیم. جزوه فاز اضطراری است که نشون دهنده این هست که چه کارهایی باید انجام بشه در اولین ماه بعد از اینکه رژیم سقوط میکنه. بله، و چند باره دیدید که برنامه اپوزیسیون در واقع برای بعد از تغییر رژیم هستش و ماهی که بعد از سقوط رژیم که بیان و این کارا رو اجرا بکنن و اینم به اصطلاح سندی که خودشون منتشر کردن برای 100 تا 180 روز بعد از سقوط رژیم. بنابراین از حالا تا سقوط رژیم و سقوط رژیم چگونه انجام میشه اون به امان خدا. حالا یکی بیاد این کار رو انجام بده که بله ایشون و طرفداراش هم برگردن. البته ببینید من هیچ خصومت شخصی با ایشون ندارم. من توی یکی از پروژه های ایشون هم شرکت کردم چند سال پیش، ولی دیدم که ایشون نه قدرت رهبری دارن نه اصلا اون برنامه هایی که میذارن واقعی هستش. یه برنامه یه مدتی یه چیزی به سرش میزنه، میاد مثلا یه کاری رو انجام بده، یه سری رو دور خودش جمع میکنه، یک صندوق کمک مالی هم درست میشه و مثل همون جایی که الان داره ایشون صحبت میکنه، این کنگره ملی برای نجات ایران، هم چیزی الان یادم نیست اسمش، که اینم مثلا یک صندوق غیر انتفاعی هستش که مثلا ایرانیان خارج از کشور به این کمک میکنن. البته بعضی ها هستن کمک میکنن. مثلا یک آقایی بود، یا آقای دکتری بود که ایشون البته شرکت های بازرگانی داره و در یک مسابقه گفتن که حدود 20 میلیون دلار، این مال البته یکی 2 سال قبله، ولی تا چند سال پیش از اون ایشون 20 میلیون دلار به آقای رضا پهلوی کمک کرده بودن و خود ایشون و پدر ایشون البته در زمان محمد رضا شاه پهلوی در دربار بودن و واقعا اعتقاد عمیق داشتن به خاندان پهلوی و به کارهایی که رضا شاه و محمد رضا شاه برای ایران انجام دادن، که البته خب مسلماً ما همه اعتقاد داریم که کارهای بسیار مثبت زیادی این پدر و پسر انجام دادن. ولی مسئله اینه که الان که ما نیاز به یک رهبر قوی با برنامه و کاری داریم، ایشون نیست متاسفانه، وگرنه من هیچ خصومت شخصی ندارم با ایشون و خیلی هم بهشون احترام میذارم از نظر شخصی، ولی به درد کار سیاسی و برای رهبری ایران ایشون این کاره نیستن. مثل همون حامی ایشون که اومد گفت بابا من 20 میلیون دلار تا حالا خرجش کردم، ولی ایشون این کاره نیست. تا حالا چندین برنامه مثل فرشگرد و ققنوس و نمیدونم یه سری برنامه‌های دیگه اجرا کردن و تا حالا هیچ کدومشون، یک دونهشون به سرانجام مقصود نرسیده و هیچ کدومشون ادامه پیدا نکرده. مسئله اینجاست. بنابراین ما مردم ایران باید به خودمون متکی باشیم. ایشون اگه بعداً اومدن تشریف آوردن که قدمشون روی چشم، ولی به درد رهبری نمیخورن. مشکل اینجاست. متاسفانه خیلیا از طرفداراشون که خیلیاشون البته عوامل جمهوری اسلامی هستن، فقط با فوش و ناسزا و بد و بیراه به کسانی که انتقاد میکنن و رخنه میگیرن میخوان خودشونو
به اصطلاح چی بهش میگن، قدرتشون رو استحکام ببخشن و در آینده ایران منافعی رو دنبال بکنن. بنابراین وظیفه ما مردمه که ما خودمون این کار رو انجام بدیم. بریم یه برش دیگه ببینیم با هم. وقتی که آزادی سر برسه ما چارچوب لازم رو در دست داریم برای ایجاد نظم. رژیم تضعیف شده و شکاف ایجاد شده درش و هزاران از رهبران و پرسنل اون در نهادهای امنیتی همه در حال ریزش هستند. خب همطور که دوباره و چند باره متوجه شدید، برنامه‌های ایشون برای بعد از تغییر رژیم و بعد از اینکه ایران آزاد بشه، و جالب اینه که ایشون در این تیکه، در این بخش آخر گفتن که هزاران نفر از افراد امنیتی و نظامی و اینا از رژیم جدا شدن. هزاران نفر. خب اگه شما برگردید به سخنرانی ایشون در مونیخ و حتی قبل از مونیخ، چیزی در حدود 1.5 تا 2 ماه پیش، ایشون گفتن 50,000 نفر در اون زمان از سپاه و نیروهای نظامی و امنیتی و اینا جدا شدن از رژیم و در این به اصطلاح وبسایتی که ایشون فراهم کرده بودن نامنویسی کردن. خب من یه سوال از شما بیننده عزیز دارم. اگه شما که رهبر اپوزیسیون نیستی و هیچ حزب سیاسی هم نداری و رهبر مثلا یه گروه و اینا هم نیستی، خب اگه شما 50,000 نفر از افراد امنیتی، سپاه و نظامی ها رو در اختیار داشتید، آیا چند روزه شما تغییر رژیم نمیدادید؟ حالا 50,000 نفر که هیچی، اگه 5,000 نفرم شما در اختیار داشتید از افراد فعال خود نظام که الان دارن کار میکنن توی سپاه، توی اطلاعات، توی قسمت‌های مختلف نظامی، حالا ارتش و نیروی دریایی و نیروی هوایی و اینا، شما اگه 5,000 نفرم در اختیار داشتید، باور کنید ظرف یه هفته شما رژیم رو ساقط کرده بودید، تمام شده بود. خب پس این 50,000 نفر چی شد؟ حالا تبدیل شد به هزاران نفر و حالا هزاران نفر. حالا فرض کنیم که اون 50,000 نفر هم تا حالا هیچ تغییری نکرده، همون 50,000 نفر بوده. حالا فرض کنیم کمتر شده 30,000 نفر. شما اگه نتونید با چندین هزار نفر، 50,000 نفر، 30,000 نفر، 20,000 نفر، 10,000 نفر، بگو 5,000 نفر، اگه شما با 5,000 نفر هم فعال ضد رژیم که داخل رژیم هستن، خودشون الان دارن کار میکنن، اگه نتونید تغییر رژیم بدید، بنابراین شما این کاره نیستید. حالا بازم میگم، تأکید میکنم، من خصومت شخصی با هیچ کسی، نه آقای رضا پهلوی که من واقعا به پدر بزرگ و پدر ایشون احترام میذارم و به خود ایشون، درسته مثلا پدر ایشون در یه مواردی خب دیکتاتوری کردن، پدر بزرگ ایشون هم همینطور، ولی خب کارهای مثبت زیادی هم برای ایران انجام دادن. آدم نباید از حق بگذره و واقعا ایران اگه رضا شاه نبود، ایران مثل افغانستان می بود. حالا بعضیا میگن که اون زمان خب دوران نمیدونم بعد از رنسانس بوده و فلان و اینا، به قول ما ایرانیا رنسانس، درسته که رنسانس درسته. حالا دوران بعد از رنسانس بوده و حتی مثلا در ترکیه یک پیشرفتایی شده و اینا، ولی باور کنید اگر رضا شاه نبود، ایران اون پیشرفت‌ها رو نمی‌کرد. یعنی حسابشو بکنید که احمد شاه قاجار داشت یعنی گندم و جو و برنج و اینا رو خودش احتکار کرده بود. میلیون ها مردم توی قحطی 1296 تا 1298 از بین رفتند. زمانی بود که
مردم داشتن همدیگر رو میخوردن. مردم میرفتن بچه های مردم دیگر و بچه های همسایه هاشون یا کسانی که از جلوی خونهشون رد میشدن یا توی صف نونوایی ها میگرفتن، میبردن، میکشتن، میپختن و میخوردن. این وضع ایران بود، وضعیتی بسیار اسفناک، بسیار اسفبار. و من میگم ای کاش از ته دلم دارم میگم که آقای شاهزاده رضا پهلوی اون دل و جرأت و ابهت پدر بزرگش یا همون ابهت و شخصیت پدرشو داشت و میتونست این رهبری رو به عهده بگیره. و اگه اینطوری بود خب جمهوری اسلامی 46 سال که به ایران حکومت نمیکرد، 46 سال که ایران رو نابود نمیکرد. دوستان، کشور ما واقعا در حال نابودی کامله، یک زمین سوخته است. و اگه به همین منوال پیش بریم، قحطی که در 1296 تا 98 میلیون ها ایرانی رو از بین برد و انسانیت رو از ایرانیان گرفت، از بسیاری، نمیگم همه، یه سری بودن که واقعا کمک میکردن، ولی انسان وقتی که گشنه و تشنه باشه، وقتی که هیچ چیزی در اختیار نداشته باشه، به هر جنایتی دست میزنه، از جمله آدمخوری، از جمله بچه دزدی و کشتن بچه و پختن گوشت یک انسان. کلن انسان اینطوری هستش، دو نیروی مثبت یا خدایی و یه نیروی، یعنی دو نیرو در کل، یک نیرو مثبت و خدایی هستش و یک نیرو اهریمنی، شیطانی و منفی. حالا شما هر دین و مذهبی داری، هر اعتقادی داری، حتی اگه بیدین هستی، فرقی نمیکنه. دو تا نیرو در جهان وجود دارن که این دو تا نیرو همیشه در حال مبارزه با هم دیگه هستند و این دو تا نیرو در وجود همه ما وجود داره. این ماییم که باید این نیروی مثبت و اهورایی رو تقویت بکنیم و اون نیروی اهریمنی و شیطانی و منفی رو کم و کمتر بکنیم و اگه بتونیم کلن از بین ببریم در وجود خودمون. خب اگه ما نجنبیم، ایران برمیگرده به اون حالت. حالا بازم برمیگردم به یکی از اون نکاتی که اشاره کردم. در اون زمان که مردم داشتن همدیگر رو میخوردن، که ایرانیتی اصلا وجود نداشت، از فقر و از شدت گرسنگی، چرا ایران تجزیه نشد؟ چرا مردم ایران نگفتن که ما بریم جزو یک کشور دیگه بشیم، اونا که قحطی ندارن، اونا که نون دارن، برنج دارن، گندم دارن، جو دارن، بریم اونجا؟ چرا این کار انجام نشد؟ چون مردم ایران خصلتاً تجزیه طلب نیستن، چون مردم ایران طرفدار هویت ایرانی هستن. کشوری که هزاران سال از هزاران طوفان، از هزاران حمله خارجی، حملات چه به قصد نابودی کشور چه به قصد نابودی فرهنگ ایران انجام شده، ولی هنوز پابرجاست و تمام تجزیه هایی که انجام شده توسط حکومت ها و بیشترشون توسط حکومت های دست نشانده و به خاطر قراردادهای بین کشورهای خارجی بوده. مردم ایران تجزیه طلب نیستن. این برچسب به مردم ایران نزنید. اگه یک کشور پرقدرت با فرهنگ و هویت قدرتمند، با رفاه و آسایش و امنیت برای مردم وجود داشته باشه، آیا مردم همینطوری یعنی بیماری روانی گرفتن که برن تجزیه بشن، برن جدا بشن؟ که چی بشه؟ که چیکار بکنن؟ کجا برن؟ کدوم کشور؟ روی اینا فکر کنید و روی آینده خودتون و فرزندانتون فکر کنید. یا
نفتی اون زمان برمیگرده و ایران همینی هم که هستش از اینم نابودتر میشه، یا اینکه ما دوباره اون هویت خودمون رو بازیابی میکنیم و اون قدرت خودمون رو بهش ایمان پیدا میکنیم، باورش میکنیم، اعتماد به نفس پیدا میکنیم و با دست توانایی خودمون قدرت رو از پایین به بالا میاریم و مثل آتشفشان تمام ایران، سراسر ایران رو میگیریم و ایران رو دوباره با شکوه باستان میسازیم، از نو میسازیم، یک ایران مدرن، یک ایران نوین با حکومت مردمی به دست مردم و برای مردم. وقتی ما این ایران قدرتمند و با شکوه رو داشته باشیم، اون قسمت هایی هم که از خاک ایران توسط حکومت های دستنشانده و حکومت های بی‌لیاقت ایرانی و حکومت های خارجی جدا شدن، اونا هم برمیگردن. مطمئن باشید برمیگردن. مطمئن باشید ایران مثل ایالات متحده آمریکا میشه ایالات متحده ایران. و اگه هر چه زودتر این کار رو انجام بدیم، ملیگراهایی مثل پرزیدنت ترامپ و چند تا از ملیگراهایی که در آرژانتین و السالوادور و رومانی و فلان و اینا الان در قدرت هستن و این موج ملیگرایی در انگلستان و در بعضی از کشورهای اروپایی هم در حال شکلگیری هستش و داره قدرت پیدا میکنه بر علیه اون دولت پنهان یا دولت در سایه که دارن دنیا رو نابود میکنن برای اینکه توسط اون تئوری خودشون گلوبالیسم بیان و قدرت جهان رو در دست بگیرن. بنابراین ما الان وقتشه که باید این کار رو هر چه سریعتر انجام بدیم و کسی مثل ترامپ الان در انتظار این هستش که یک نیروی از داخل ایران سر بلند کنه و حکومت رو تغییر بده و ایشون هم کمک میکنه. مطمئن باشید کمک میکنه. الان منتظر همینه، چون به اون نیروهایی که خودشون اپوزیسیون اسم گذاری کردن هیچ اعتقادی نداره. اینو بارها اشاره کرده در بسیاری از سخنرانی‌ها، در جاهایی که در مورد ایران صحبت کرده و تا حالا ندیدم هیچ جایی که از هیچ نیروی اپوزیسیون ایرانی پشتیبانی حتی ضمنی کرده باشه. ولی اگه به یک مرحله برسه که مردم ایران بلند نشن، هیچ کاری نکنن و مجبور بشه برای منافع ملی کشورش بخواد تغییر رژیم انجام بده، خب مجبور میشه به یکی از این اپوزیسیون های قلابی چیز بکنه، به اصطلاح امید ببنده و بگه خب اشکال نداره، بالاخره از هیچی بهتر. ولی ما از هیچی بهتر نمیخوایم. ما یه چیزی میخوایم که ایران رو دوباره ایران کنه. در واقع باید بگم ویران رو دوباره ایران کنه، چون فقط یه ویرانه داریم، ایران نداریم الان متاسفانه. هویت ایرانی داریم ولی کشوری به نام ایران با اون شکوه و عظمت، با اون چیزی که در ذهن ما و مردم دنیا هستش وجود نداره که ما باید برگردیم و اون رو دوباره درست کنیم با دست توانایی خودمون. امیدوارم که سابسکرایب کنید به کانال، امیدوارم که این ویدیوها رو پخش بکنید و حوصله بکنید این ویدیوهایی که این مقدار طولانی هستش کاملا نگاه کنید، چندین بار نگاه کنید، روش بحث کنید، کامنت بذارید، نظرات خودتون رو بدید و با بقیه به اشتراک بگذارید که ما بتونیم با هم این کار رو انجام بدیم. من در آینده نزدیک هم در مورد تقویت مغز و ذهن و رشد و توسعه ذهنی و شخصیتی و هم در مورد برنامه کامل تغییر رژیم و مراحل بعدی صحبت میکنم در طی چندین برنامه. سپاسگزارم از اینکه با من بودید و بسیار سپاسگزارم از اینکه این ویدیو رو به اشتراک میگذارید، سابسکرایب میکنید اگه نکردید به کانال و به بقیه هم توصیه بکنید که این کار رو انجام بدن. در پلتفرم های مختلف شما عضو کانال و فالوور پیج های ما بشید که ما بتونیم هرچه سریعتر یک حکومت مردمی به دست مردم و برای مردم تشکیل بدیم. بسیار سپاسگزارم. تا دیداری بعد، بدرود.